مثل مخالفت ذهنی میگه آدما دوست دارن حق با اونا باشه. وقتی کسی میگه نه حق با شما نیست، شما اشتباه میکنین، اونا رو حرف خودشون پافشاری میکنن و مصمم میشن که ثابت کنن حق با اونا بوده. چون مثلا حالا ذهن دی مشغول توجیه کردنه و میگه من برای هاوایی یه دلیل خوبی داشتم، 3 تا دلیل دارم که هاوایی خوبه. اون چیزی رو که من میگم نمیشنوه، اون مشغول توجیه کردن دیدگاه خودشه. اگه توی مکالمه به شخصی بگین میدونید من با نظر شما مخالفم، به اونا این پیغام میدید که من درست میگم نه شما. بنابراین اونا نمیخوان همکاری کنن. پس آدمای موفق میدونن که باید اثر خوبی در طرف مقابل بذارن و اونا رو تشویق به همکاری کنن. در واقع این خصوصیت دیگه آدمای موفقه. اونا تو ایجاد همکاری خیلی ماهرن، تو جایی که افراد عادی ممکنه بگن نه من با نظر شما مخالفم، اما افراد موفق میگن میدونید دلایل نظر شما رو میدونم، اما بهتره که این موارد رو هم در نظر بگیریم. به عبارت دیگه موضوع اینطور نیست که من درست میگم و شما اشتباه میکنید، بلکه در نظرات شما هم نکات مثبتی وجود داره، هم تو نظرات من هم تو نظرات تو. و در واقع ما میتونیم به یه رویکرد سومی برسیم که با اون چیزی که شما فکر میکنید یا من فکر میکنم متفاوت باشه. بهتر نکات مثبت هر دو نظریه رو کنار هم بذاریم. افراد موفق همکاری رو به وجود میارن و گاهی این کار باعث جلوگیری از چیزایی میشه که راجع به اونا قبلا صحبت کردیم. همینطور جلوی گفتن کلماتی رو میگیره که باعث ایجاد تنش تو دیگران میشه. اگه تو تعطیلات باشین و سفارش صبحانه بدین و صبحانه‌تون ظرف 22 دقیقه به اتاقتون تحویل داده بشه، چه احساسی نسبت به این 22 دقیقه خواهید داشت؟ خوشحالید یا ناراحت؟ بستگی داره اگه کنار تخت شما پلاکاردی باشه که روش نوشته شده باشه صبحانه ظرف 15 دقیقه آماده است، یعنی از دقیقه 14 به خودتون میگید اونو چیکار میکنن؟ صبحانه من کجاست؟ سرویسایی اینجا خیلی کنده، اینجا به درد نمیخوره. حالا اگه سفارش بدیم و اونا بگن نیم ساعت طول میکشه آماده شه و بعد از 22 دقیقه در اتاقتون رو بزنن، شما میگید چقدر فرزن، اینا چقدر خوب سرویس میدن. مدت انتظار همون 22 دقیقه است. رضایت شما به فاصله بین اون چه اتفاق میفته و اون چه که انتظار دارین بستگی داره. پس اگه فکر میکنین کاری رو تا پنجشنبه انجام میدین، نگید من سعی میکنم پنجشنبه انجام بدم، نگید احتمالاً اونو تا پنجشنبه انجام میدم، حتی نگید حتما تا پنجشنبه انجام میدم، بگید من اونو تا جمعه انجام میدم. خب بعد شما روز پنجشنبه اونو تحویل بدید و اونا با خودشون میگن که خیلی خوبه، چقدر خوب سر حرفشون موندن. ما میخوایم کسایی که باهاشون کار میکنیم بدونن که نه تنها میتونن برای انجام کارشون بهمون اتکا کنن، بلکه باید جوری عمل کنیم که بهتر از توقع اونا باشه و اونا رو حیرت زده کنیم. خب کلام ما سطح توقعات اونا رو میسازه و البته یه حریم ایمنی هم باید ایجاد کنیم، چون بعضی وقتا مشکلاتی پیش میاد و شما نمیتونین کاراتون رو اونطوری که مایلین انجام بدین. اما وقتی اون حریم ایمنی رو داشته باشین، لااقل پیش مشتریاتون بدقول نمیشین. آدمای موفق قاطعانه صحبت میکنن. میدونین که به راحتی میشه بهشون اعتماد کرد. اونا نمیگن سعی میکنن که کاری رو انجام بدن، میگن حتما انجامش میدیم اون کارو، حتما. حالا انصافاً ما داریم روش‌های مختلف زیادی رو بررسی میکنیم. عبارت‌های گوناگون زیادی وجود دارن، در حالی که همشون مهمن. راستش اونی که بیشترین اهمیت رو برام داره و میخوام بهتون بگم، خب میخوام رک باشم. خب اگه کسی اینو بهتون بگه چی فکر میکنین؟ بله، میخوام باهاتون رو راست باشم. من با افراد دیگه رو راست نیستم. میخوام راستشو بگم، برخلاف دروغایی که تا حالا بهتون گفتم. هفتمین خصوصیت آدمای موفق اینه که واقعیت رو میگن. یعنی خیلی راحت حرف میزنن. خب همه اینجوری میگن، اما من تونستم دیگه از این عبارت ها استفاده نکنم. اما این عبارت خیلی همه گیره و همه بر حسب عادت میگن راستش، واقعیت اینه، راستشو بخواین. همه اینا به طور ضمنی میگن که این رفتار طبیعیتون نیست. اما حالا چند نفر از شما کتاب همسایه میلیونر رو خوندین؟ یکی از کتابای مجموعه میلیونرها.
کتابای خیلی عالی هستن. حتما بخونیدشون. قبل از اینکه این کتابو بخونم، مثل خیلی از کسایی که این کتابو خوندن، برداشت غلطی داشتن و اونم این بود که خب نویسنده میگه افراد میلیونر چی دارن که اونا رو از دیگران متفاوت میکنه؟ اونایی که موفقیت اقتصادی به دست میارن چی دارن؟ تفاوتشون چیه؟ و خیلی از ما، حتی خود من، فکر میکنیم که اونا خیلی باهوشن، یا از افراد دیگه قد بلندترن، یا از خانواده‌های خاصی هستن، یا شاگرد ممتاز کلاس بودن، یا استعداد یا قابلیت خاصی دارن. اما اینطوری نیست. افرادی که موفقیت‌های مالی به دست میارن باهوشتر نیستن، شاگرد اولم نبودن، تو خانواده خاصی هم نبودن. اونا فقط آدمای معمولی هستن که برنامه ریزی میکنن، دائم کار میکنن، پول پس انداز میکنن و هدفهایی تو ذهن دارن.